وقتی صحبت از جنگ ایران و عراق می شود، بیشک همه به یاد جنگ 8 ساله در زمان حکومت جمهوری اسلامی می افتیم، در حالی که پیش از این نبرد در سال 1352 صدام حسین در زمان محمد رضا شاه پهلوی به ایران حمله کرد و قصد اشغال خوزستان و ذخایر نفتی آن را داشت. اما چرا اخبار و اسناد مربوط به این جنگ بیش از 40 سال است که در حال سانسور شدن است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به چند پرسش دیگر جواب بدهیم. علت و انگیزه این حمله چه بود؟ صدام در حالی که به درجه ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسیده و به سرعت در حال تبدیل شدن به مرد شماره 1 دولت بود، صدام پیش از اینکه در سال 1979 به طور رسمی قدرت را در دست بگیرد، عملاً رهبر عراق شده بود. او کم کم شروع به تحکیم قدرت خود بر دولت عراق و حزب بعث کرد. پس از آنکه احمد حسن البکر رئیس جمهور پیر و ضعیف عراق به تدریج توانایی رسیدگی به امور دفتری خیش را از دست داد، نقش صدام به عنوان چهره دولت عراق در داخل و خارج از کشور پررنگتر گردید. او به زودی معمار سیاست خارجی عراق شد و در تمامی جلسه ها و دیدارهای دیپلماتیک به عنوان نماینده ملت عراق حاضر می شد. صدام در اواخر دهه 1970 عملاً رهبر بلا منازع عراق شده بود. در آن زمان به علت دو قطبی بودن جهان که به شوروی و آمریکا تقسیم می شد، عراق متحد شوروی و ایران متحد آمریکا بود. در آن زمان اکثریت کشورهای عربی به علت رابطه نزدیک ایران و اسرائیل و همچنین اتحاد نظامی ایران و آمریکا، ایرانی ها را به عنوان دشمن خود فرض می کردند. صدام و حزب بعث پس از تحکیم قدرت در عراق قصد داشتند با حمله به ایران ارج و قربی در میان کشورهای عربی برای خود دست و پا کنند و با تفکرات پان عربی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به اعراب تزریق کرده بود، میخواستند با حمله به ایران که متحد آمریکا بود، عراق را به عنوان رهبر جهان عرب معرفی کنند. صدام به همین منظور لقب سردار قادسیه را برای خود انتخاب کرد، لقبی که با الهام از عمر تازی در هنگام حمله به ایران در 1400 سال پیش انتخاب شده بود. جنگ چگونه آغاز شد؟ در سحرگاه یکشنبه 21 بهمن ماه 1352 سردار قادسیه، امیر سپاه تازیان، کینه‌جوی سرزمین پارس، حمله عظیم و گسترده‌ای را به نیت اشغال استان خوزستان به داخل خاک ایران آغاز کرد. درگیری سنگینی بین نیروهای مرزی ایران که غافلگیر شده بودند صورت گرفت. تیپ‌های نیروی زمینی دسفول که از نفرات هر دو لشکر زرهی خوزستان و نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده بودند، توان مقابله با چندین لشکر زرهی مکانیزه ارتش عراق که به صدها دستگاه تانک پیشرفته روسی و صدها فروند نفربر زرهی و آتشبار سنگین مسلح و از پشتیبانی پرقدرت آتش توپخانه، هلیکوپترهای تهاجمی و پشتیبانی یک گردان نیروی هوایی برخوردار بودند را نداشت و با وجود مقاومت دلیرانه تعداد زیادی از سربازان و افسران خدوم این تیپ کشته و در حال دفاع ناچار به عقب نشینی به سمت دسفول گردیدند. این درگیری سنگین در منطقه مرز مهران به دلیل تجاوز نیروهای عراقی به خاک ایران صورت گرفت و مردم سراسیمه و وحشت زده در حالی که به تازگی روز را آغاز کرده بودند از شهرها و روستاهای اطراف با پای پیاده می گریختند. محمد رضا شاه پهلوی در مسکو مهمان شوروی است. ناگهان به ستاد ارتش شاهنشاهی ایران و دولت خبر می رسد ارتش عراق به قسمت‌های نواحی مرزی کشورمان در جنوب تهاجم آورده است. در مسکو نیمه شب است. در تهران آفتاب تازه در حال طلوع است
که بلافاصله جلسه‌ای بین بزرگان ارتش و دولت برگزار می شود. هنوز بسیاری از افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در خواب هستند. رئیس ستاد ارتش تیمسار ارتشبد بهرام آریانا است. ارتشبد آریانا چنین فرمان می‌دهد: وقت دفاع از میهن و دادن جوابی سنگین به دشمن متجاوز است. صدام باید بداند دست به عمل بسیار احمقانه ای زده است، چون ارتش ایران نمی نشیند تا تماشا کند که او بیاید هر کاری دلش می خواهد بکند. این ایران کنونی ما ایران 1400 سال پیش نیست. ما به اعراب باج نمی دهیم. واحدهای ارتش ایران مانند سیلاب وارد عراق شده، چندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق را در هم کوبیده و هر مقاومتی را از بین میبرند. ساعت 9 صبح است. فقط ظرف 3 ساعت بصره شهر دوم و استراتژیک عراق فتح می شود و هدف بعدی مستقیما بغداد است. زره‌پوش‌ها، تانک‌ها، کماندوها و سربازان دلیر ایران زمین با سرعتی برق‌آسا و باور نکردنی در راه بغداد هستند. پشتیبانی نیروی هوایی شگفت آور است. در مدت کوتاهی نیروی دریایی و تمام جانبرکفان ارتش ایران وارد عمل می شوند. با نظمی شگرف و با قدرتی چون شیر بغداد پایتخت دشمن تازی را هدف دارند. در بغداد افسانه‌ای وجود داشت که دیوار دفاعی هوایی بغداد همان است که در مسکوی شوروی وجود دارد. اگر هر غریبه‌ای به هر صورت وارد آسمان بغداد شود، در بیرون این دیوار نابود می گردد. ارتشبد محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی ایران بیشک از برترین خلبانان عصر خویش است. ارتشبد خاتم خود شخصا لباس خلبانی به تن می کند. هواپیمای فانتوم او از پایگاه هوایی بوشهر غرش کنان بلند می شود. هدف بغداد، عراق. فانتوم مسلح فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با شجاعتی بی‌نظیر در باند فرودگاه بغداد می نشیند و دوباره اوج گرفته غرش کنان بلند می شود. این حرکت در اصطلاح نظامی تاچ کردن نامیده می شود و بدترین اهانت به نیروی هوایی یک کشور بیگانه است. در راه بازگشت به ایران زمین ارتشبد خاتم دیوار صوتی را بر فراز کاخ صدام حسین می شکند و وحشتی عظیم در دل او ایجاد می کند. یک هواپیمای جنگی عراق به ایران پناهنده شد و در یکی از فرودگاه‌های کشور به زمین نشست. خلبان این هواپیما از کشور ایران تقاضای پناهندگی نمود، ولی هواپیمای مذکور روز اول شهریور به عراق بازپس داده شد. شاه که خبر به گوشش رسیده با نگرانی و عصبانیت از مسکو به ارتشبد آریانا تلفن می کند و پس از پرسجو از اوضاع به او می گوید به زودی تو را در تهران می بینم. ارتشبد آریانا به شاه چنین پاسخ می دهد: اعلیحضرت 24 ساعت دیگر تشریف بیاورند بغداد، با هم نهار خواهیم خورد. شاه پاسخ می دهد دست نگه دارید، ما تجاوزگر نیستیم، بغداد را اشغال نکنید. نمیخواهم جنگی شروع شود که جوانان کشورم کشته شوند. فردای آن روز محمد رضا شاه پهلوی طی بیانیه‌ای در تهران اعلام می کند: پنجمین ارتش قدرتمند جهان در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز در خواب بودند. دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران 5 کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن اینکه از دبیر کل خواست تا نماینده‌ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کردند. مردم ایران هم خاطره‌ای از این جنگ به یاد ندارند، چون فرمانده‌ای لایق مثل کوه پشت این ملت بود. شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور
در 28 فوریه 1974 برابر با 9 اسفند 1352 طی جلسه‌ای تصمیم گرفت که نماینده‌ای ویژه به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی‌های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش‌بس با بازگشت نیروهای ایرانی به مواضع خود در 16 اسفند 1352 برابر با 7 مارس 1974 به مورد اجرا گذاشته شد. جانباختگان سرافراز دسفولی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران در قبرستان تازه تأسیس معصوم آباد که به خاطر دوری از شهر مورد توجه مردم نبود و بیشتر محل دفن بچه‌های خردسال بود دفن گردیدند. به مرور زمان و با دفن کشته شدگان 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق به قبرستان شهید آباد تغییر نام پیدا کرد. اما 7 نفر از سرافرازان غریب آن دیار که به خدمت در دسفول مشغول بودند امروز غریبانه از یادها فراموش شده و کسی در دسفول نیست که نگاهی به قبور این به خاک خفتگان که مظلومانه جانشان را در راه دفاع از کشور و ناموس و نام بلند و کیانی ایران از دست دادند بیاندازد و هرچند کمتر کسی حتی در ایران است که اطلاعی از وقوع این نبرد و سرافرازان جانباخته در این پیکار قهرمانانه داشته باشد. این سربازان ایران در قطعه 4 ردیف 15 شهیدآباد دسفول آرام دارند و نام این عزیزان را درج کردیم شاید پاسخگوی قطره‌ای از خون آنان در مقام بلند ایران باشیم. روح بلندشان شاد و یاد گمنامشان گرامی باد.